فراد خدایارف فعال سیاسی از نوعه رشت که اولو در اروپا به سر میبرد خبر داد که کارمندان مقامات حفظ حقوق رشت روز 6 سپتامبر سال 2023 پدر و مادر و خواهر او را با اتهام افباشی گروهی دستگیر کردند. پدری و عبدالله خدایارف 78 سال و مادرش موجوده غریب و 68 سال دارند و سال تولد خواهرش مدینه خدایارف 1992 می باشد. فراد خدایارف روز 7 سپتامبر در صحبت به پایگاه خبری بامداد گفت پدر و مادر سالخورده او را به آن گناهکار کردند که گویا پسر عبدالله عظیموف را که با جرم کشتن نبیره آنها علیرضا خدایارف به 18 سال زندان محکوم شده است زده باشد. فراد خدایارف میگوید مادرم از سوزش دلش گاهی نسبت به اولاد آنهایی که نبیرش علیرضا را کشتند گپ‌های سخت میزند، ولی پدرم یک انسان چنان بی‌آزار است که حتی در این همه گیر و داره که عائله ما چند سال آخر پس سر کرد یگان بار نامش صدا نداده است. اصل ماجرا چنین است که شب 4 به 5 سپتامبر رئیس دیه امرای امام مسجد دیه یشم و سودابه اسکندر همسر عبدالله عظیموف و با چند از عائله آنها به خانه ما آمده به سر پدر و مادرم و خواهرم که نیز آنجا زندگی میکند شوریدند که گویا لوله آب عظیموف را محکم کرده باشیم. حال آن که لوله آب آنها از خانه ما یگان 200 متر دورتر است و پدر و مادر من نمیتوانستند آن را ببندند. در این زمینه بین دو طرف خرخشه شده است و در رفت این ماجرا تلفن خواهر مرا زده شکستند، خودش را لطوکوب کردند. در خانه خودمان به بالای این آن طرف رفته سند طبی گرفتند که گویا پدر و مادر و خواهر من یک پسر سودابه اسکندر را که 16 یا 17 سال دارد زده به آسیب جسمانی رسانیده باشند. نظر طرف دیگر و مقامات حفظ حقوق رشت به این قضیه هنوز دسترس نشده است، ولی فراد خدایارف این خرخشه شبانه را فرمایشی می شمارد و برای این است که از این مفارا آن شب همراه کلانهای دیگه مخصوص به خانه آنها فرستادند تا به ضد آنها باز یک پرونده دیگر بکشایند. فراد خدایارف که در گذشته رئیس سازمان حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان در وادی رشت بود و برادر بلاگرش جنیدالله خدایارف با افشا کردن موردهای کروپسیا و قانون شکنی در نویه رشت نام برآورده فراد خدایارف را یک دفعه برای 15 روز و برادرش جنیدالله را با جرم ظاهرا بافته سلفی گرایی به 2 سال زندان محکوم کرده بودند. جنیدالله خدایارف روز 22 میلیون سال 2023 در شهر بیروزوی حوزه مختار خان تیمانسی در شمال روسیه با درخواست مقامات تاجیکستان دوباره دستگیر شد و در انتظار بررسی پرونده استردادش در بازداشتگاه قرار دارد. خصومت بین اولاد خدایارف و اولاد عظیموف و حسینوف در دهه یشم تاریخ چندین ساله دارد. روز 10 ایول سال 2021 خصومت بین این دو اولاد در دهه یشم به کشتار انجامید. چند نفر از اولاد حسینوف و عظیموف در جریان مناقشه نوبتی علیرضا خدایارف برادرزاده جنیدالله خدایارف را در کوچه تنها دیده به صورت گروهی لطوکوب کردند و کردش دادند. متاسفانه علیرضا از رفتن خون زیاد جان داد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 7 ژانویه سال 2022 ساکن دیه یشم نویه رشت حسینوف ظفرجان و عظیموف عبدالله را با جرم کشتن عمدیه‌شان علیرضا خدایارف متناسباً به 19 و 17 سال زندان محکوم کرد. خدایارف طلب داشتند که در کشتن علیرضا 5 نفر از آن اولاد اشتراک داشتند و باید همش به زندان کشیده شوند.